تقویم تاریخ. به نام خدا. امروز پنجشنبه 15 آذر سال 1403 هجری شمسی مطابق با 3 جمادی الاخر سال 1446 هجری قمری و برابر با 5 دسامبر سال 2024 میلادی است. 3 جمادی الاخر سال 11 بعد از هجرت 1435 سال پیش حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدند. به روایتی اصلح صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها دختر رسالت، همسر ولایت و مادر امامت، در تاریخ 3 جمادی الاخر به دیدار حق تعالی نائل آمدند. آن بزرگوار از کودکی تحت راهنمایی‌های پدر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله با معارف الهی آشنا شدند و سپس در نزد حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به درجه والایی رسیدند. ایشان پس از رحلت رسول الله آزار بسیار دیدند، چرا که حضرت فاطمه سلام الله علیها علاوه بر غم از دست دادن پدر شاهد وقایعی ناگوار بودند و رنج فراوانی کشیدند. از این رو بسیار ضعیف شدند و مدتی پس از رحلت پیامبر به لقاء الله پیوستند. آن حضرت به هنگام شهادت 18 سال داشتند. پنجم جمادی الاخر سال 656 هجری قمری 790 سال پیش ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه وفات یافت. ابو حامد عزالدین عبدالحمید ابن هبت الله معروف به ابن ابوالحدید، ادیب، متکلم، فقیه و نویسنده بزرگ مسلمان، در سال 586 هجری قمری در مداین دیده به جهان گشود. مهمترین اثر این نویسنده مسلمان شرح نهج البلاغه، مجموعه‌ای گردآوری شده از سخنان امیرالمؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. وی در این کتاب عظمت نهج البلاغه را به لحاظ ادبی، تاریخی و کلامی آشکار و بازگو کرده است. هرچند ابن ابوالحدید در حمله مغولان به بغداد به واسطه شفاعت خواجه نصیرالدین طوسی و علمای بغداد از کشته شدن رهایی یافت، ولی اندکی بعد به تاریخ 5 جمادی الاخر سال 656 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت. پنجم دسامبر سال 1812 میلادی 212 سال پیش ناپلئون بوناپارت به فرانسه عقب نشینی کرد. ناپلئون بوناپارت پس از لشکرکشی‌های متعدد به کشورهای اروپایی سرانجام به سرزمین پهناور روسیه یورش برد. روس‌ها با در پیش گرفتن سیاست دفاعی زمین سوخته، یعنی عقب نشینی و از بین بردن آذوقه، اجازه دادند که ارتش فرانسه به سوی مسکو پیشروی کند. ولی در نهایت به علت سرمای شدید و نبود آذوقه، ارتش ناپلئون با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کرد و به فرانسه بازگشت. اندکی بعد، یعنی در سال 1815 میلادی، امپراتوری بوناپارت فرو پاشید. پانزدهم آذر سال 1359 هجری شمسی 44 سال پیش سرتیپ خلبان احمد کشوری به درجه رفیع شهادت نایل آمد. احمد کشوری
در سال 1332 هجری شمسی چشم به جهان گشود. وی در سال 1351 به هوانیروز وارد شد و دوره‌های آموزش خلبانی با بالگرد را با موفقیت به پایان رساند. این نظامی غیور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با جان و دل به ادای وظیفه پرداخت، به طوری که شجاعتش زبان زد همه همرزمان و دوستانش بود. کشوری در تاریخ 15 آذر سال 1359 در حالی که از یک مأموریت خطیر پیروزمندانه باز می‌گشت، بالگردش هدف راکت دشمن قرار گرفت. سرتیپ احمد کشوری در حالی که بالگردش بر اثر اصابت راکت هواپیما به شدت آسیب دیده بود و میسوخت، آن را تا مواضع خودی هدایت کرد و در خاک وطن مردانه آرمید. پانزدهم آذر روز بزرگداشت شیخ زاهد گیلانی، عارف نامی در سده 7 هجری قمری است. تاج الدین ابراهیم ابن روشن امیر معروف به زاهد گیلانی در حدود سال 615 هجری قمری به دنیا آمد. اجدادش از کردان سنجاری بودند، ولی خود شیخ زاهد در گیلان رشد و نمو کرد. بیشتر اوقات او به زراعت و برنجکاری می‌گذشته، اما با ایلخانان مغول و امیران محلی نیز گفتگو داشته است. شیخ اهل تألیف و تصنیف نبود و آموزه‌هایش را به صورت شفاهی تعلیم می‌داد و از نظر اعتقادی اهل سنت و پیرو مذهب حنفی بود. مهمترین و بانفوذترین شاگردانش صفی الدین اردبیلی بود. شیخ زاهد گیلانی با داشتن شخصیتی مذهبی و عارف در امور سیاسی و پاره‌ای از مسائل روز مداخله می‌کرد و همین امر سبب شکلگیری اندیشه تشکیل حکومت صفوی شد.